چی داداش؟ آدم با پارتنرشون حرکتو نمیزنه با داداش؟ این چیه خدایا؟ سلام علیکم، به عشقای خودم امیدوارم که چطورتون عالی باشید. ناصر تکید و ام خیلی خوش اومدید ویدیو جدید با یه سم جدید. بچه‌ها بدون معطلی مقاله بریم سراغ موضوع ویدیو. قراره با هم توییت های سم رو بریم بخونیم، بریم ببینیم این چند وقتی افرادی که اومدن توییت گذاشتن چه توییتایی گذاشتن. ولی قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو بچه‌ها یادتونه حتما ویدیو رو لایک بکنید، خیلی بهم کمک می‌کنه، خیلی ببینید چه دورتون میگم. من دکمه سابسکرایب نزنید، دکمه سابسکرایب بزنید، زنگولش فعال کنید، رو حال بزنید. هر موقع ویدیو گذاشتم یوتیوب تو خبرات اینیماتی که ویدیو گذاشته و بیاید ببینیم چه سمایی در انتظارمونه. یه بریم سراغ سمای توییتری که سم به بدنمون نیفته. یه خانمی اومدن نوشتن من یا 100 میلیارد تومن پول. حالا من یه سوالی از شما دارم، چی دیدی که آدم باید 100 میلیارد تومن رو ول کنه الان بیاد پیش شما؟ الان تو را قرآن حضرت عباسی به من بگو الان من چرا باید 100 میلیارد تومن رو ول کنم بیام پیش شما الان؟ حالا درسته عکسی که گرفتی جایزه، ولی دیگه 100 میلیارد میکردی 10 میلیارد دیگه 10 میلیارد هم حقیقتا بازم چیزی نمیشه. ولی کلا منظورم اینه که یه خورده رقمو بیار پایین آدم مشتریشه. یعنی میگم اصلا ناخودآگاه میرینم. چی میگی نیما؟ اصلا چرا باید آدم بیاد بگی من یا فلان؟ از همین الان مدرسه به خاطر موهای بلندم انضباطمو 19 کرده. شما مطمئنی مدرسه میری؟ خواهرم شما با این عکس پروفایلت الان باید راحت، حالا راحت هم نه ولی رو ناراحت ترین حالت ممکن یه لیسانس رو باید داشته باش. ماشاءالله. بعد حالا اصلا گیریم که انضباطتو نون زده ده، هیچ قطعا اگه این توییتت هم ببینه املات هم بهت 19 میده. خاطر رو اینجوری می نویسن 19 هم عدد بدی نی، از 19 بود 15. انضباط 12 تا حالا گرفتی خواهرم؟ نه حاجیت گرفته. انضباط خوردادا. یه دختر خانمی دوباره توییت زدن که به والله اگه من اینو اینجوری بپوشم، روپوش